گریه نکن. چرا این جمله میتونه خطرناک باشه؟ خیلی از والدین وقتی بچه‌شون گریه میکنه فوری میگن گریه نکن. درسته، میخوان آرومش کنن، ولی این چه پیامی به کودک میده؟ از نظر روانشناسی وقتی به کودک میگیم گریه نکن، داریم بهش یاد میدیم احساساتت قابل قبول نیست و احساساتتو سرکوب کن. نباید ناراحت باشی و باید خودتو سانسور کنی و این باعث میشه کودک یاد نگیره احساساتش رو مدیریت کنه و همیشه سرکوبش میکنه. سرکوب احساسات در طولانی مدت باعث اضطراب، خشم پنهان و مشکل در رابطه با دیگران میشه. چی بگیم؟ میدونم ناراحتی، میخوای دربارش صحبت کنیم؟ اشکال نداره گریه میکنی، من اینجا. گاهی وقتا آدم ها ناراحت میشن و این طبیعیه. این جملات یعنی احساساتت دیده شدن، امنی و تنها نیستی و این اساس تنظیم هیجان سالم. یاد بگیریم کنار احساسات بچه‌ها بایستیم، نه روبروش.